سلام، امیدوارم حال تک تکتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با هلیکوباکتر پیلوری یا همون میکروب معده صحبت بکنیم. اما قبلش میخوام یک سری اطلاعات، یک سری آمار از سرطان‌هایی که شایع در سراسر جهان بهت بدم. ببین 5 تا سرطانی که خیلی خیلی زیاده و شیوعش خیلی بالاست: سرطان معده، سرطان پروستات تو آقایون و سرطان سینه تو خانم‌ها. سرطان روده بزرگ، روده کوچیک، سرطان مثانه و سرطان ریه. خب یکی از سرطان‌هایی که خیلی خیلی شایعه سرطان چیه؟ معده است. و یکی از علت‌های اون هلیکوباکتر پیلوری یا همون میکروب معده است. این باعث میشه که شما سرطان معده بگیرین و براتون مشکل پیش بیاد. حالا چرا؟ اصلا برات شاید سوال بشه. میگه داخل معده من با این حالت اسیدی میکروبی میتونه زندگی بکنه؟ آره میتونه. هلیکوباکتر پیلوری یک سپر محافظتی داره. یک آنزیمی داره به اسم اورئاز. این چه کار میکنه؟ ببین این پوشش مخاطی که داخل معده من وجود داره، یک مخاط داریم، یک موسین داریم که داره از سلولا محافظت میکنه و یک اسیدی که ترشح میشه. هلیکوباکتر پیلوری آنزیم اورئاز داره. یعنی میاد یک حالت بافری ایجاد میکنه. باعث میشه اون اسید خنثی بشه. و وقتی که اسیدو خنثی بکنه، خب دیگه عاملی وجود نداره که اون از بین ببره. پس میتونه به راحتی اونجا زندگی بکنه. بعد که اسیدو از بین برد، به اون سلول‌های مخاطی حمله میکنه، یک سری توکسین، یک سری ترشحات از خودش آزاد میکنه و باعث میشه که اون سلولا آپوپتوز بشن، از بین برن. به همین راحتی. و وقتی که از بین برن، باعث زخم معده میشه. خب علائم اون چی هست؟ ببین زخم معده وقتی شما داشته باشی ممکنه که مدفوع خونی بشه. غذایی نخوردی یا یک ذره غذا میخوری، معدت ورم میکنه. اصطلاحاً خانوم‌ها میگن که مثل شکممون مثل خانوم‌های باردار شده. شکم قشنگ میاد جلو. حالت ورم پیدا میکنه. سوزش معده ایجاد میشه. مدام آروغ میزنن. و تهوع، استفراغ، اینها هم جزء علائمشه. راه تشخیصش چیه؟ ببین یکی از راه‌های تشخیص اون اینه که شما آزمایش خون بدین و بیاین آنتیبادی رو بررسی بکنید، آنتیبادی IgG. اما این نمیتونه که راه تشخیصی برای هلیکوباکتر پیلوری باشه. چرا؟ چون که شما میای IgG رو بررسی میکنین و IgG صرفا سابقه بیماری رو بهت میده. یعنی بهت میگه که آیا مثلا 2 ماه پیش هلیکوباکتر پیلوری داشتی یا نه. و بهت نمیگه که این هلیکوباکتر پیلوری تو این 2 ماه خوب شده یا نه. صرفا سابقه رو به شما میگه. پس این آزمایش خوبی نیست. یکی دیگه از آزمایش‌ها آزمایش مدفوعه که آنتیژن هلیکوباکتر پیلوری رو ما بررسی میکنیم. این آزمایش خوبیه. بعد اون یکی آزمایش تنفسیه که با توجه به اون آنزیم اورئازی که وجود داره اونو میاد بررسی میکنه. پس اگر بخوایم بررسی بکنیم که آیا یک کسی این هلیکوباکتر پیلوری رو داره یا نداره، آزمایش مدفوع یا آزمایش تنفسی بهترین گزینه است. اندوسکوپی هم تو درجه اول پیشنهاد نمیشه، ولی اگر حالا دارو استفاده بشه و به نتیجه نرسیم، از اندوسکوپی هم میتونیم استفاده بکنیم که اگر اون مخاط معده ما حالت زرد داشته باشه، یعنی حالت اسیدیه، ولی اگر قرمز رنگ باشه نشون میده که آنزیم اورئاز اومده اون اسید رو خنثی کرده و ما به این باکتری دچار شدیم و مبتلا شدیم و بایستی که درمان بکنیم. این باکتری ابتدای 12 یا همون دئودنوم هم میتونه زخمی بکنه. اگر باعث زخم 12 بشه، چون که جذب ما داخل 12 داره اتفاق میفته، باعث میشه که ما دیگه سوء تغذیه بگیریم. باعث لاغری ما میشه. پس یکی دیگه از علائم هلیکوباکتر پیلوری لاغریه، چون که جذب صورت نمیگیره. بعد ببین اگر که حالا ما سرطان معده بگیریم، یک کم کم جذبی صورت نمیگیره و کم کم سلول های ما انرژیشون از دست میدن و شما هی لاغر و لاغرتر میشین و ممکنه کار از کار بگذره و نشه کاری کرد. پس خیلی مهمه که شما هلیکوباکتر پیلوری رو در مرحله اول درمان بکنید. پس وقتی که ما میگیم عامل این باکتریه، خب بایستی که آنتی باکتری استفاده کنیم، یعنی همون آنتی بیوتیک ها. خب آنتی بیوتیک ها طیف گسترده ای دارن، اما حواست باشه. یه مثال برات بزنم. تو کامپیوتر همیشه وقتی که ویروس میاد بعدش آنتی ویروس میاد. خب یعنی یک قدم ویروس ها جلوتر از آنتی ویروس ها. اینجا هم یک قدم باکتری ها جلوتر از آنتی باکتریان، آنتی بیوتیک ها. پس این خود باکتری ها چون میل به بقا دارن، سعی میکنن که یک روش هایی رو در پیش بگیرن که در مقابل این آنتی بیوتیک ها مقاوم بشن. الان خیلی از این باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم شدن. پس استفاده از آنتی بیوتیک ها
به نظر پیشنهاد نمیشه و اصلا روش درستی هم نیست. و الان مقالاتی که دیگه داره ارائه میشه دارن در رابطه با فاژها بررسی میکنن، یعنی استفاده از ویروس ها برای از بین بردن باکتری ها، که این ویروس ها میان این باکتری رو سوراخ میکنن، باعث نشت اون باکتری میشن و باکتری از بین میره. دیگه شما فکر نکنن بشنوین که الان آنتیبیوتیک جدیدی بیاد، نه دیگه آنتیبیوتیک جدیدی نمیاد و بدن خیلی از ماها هم در مقابل باکتری ها، در مقابل آنتیبیوتیک ها مقاوم شده. یعنی من داشتم این خبری میخوندم که یک بچه 4 ساله بدنش در مقابل 4-5 تا آنتیبیوتیک مقاوم شده بود. این اصلا خیلی بده، خیلی فاجعه است، به خاطر استفاده بی‌رویه از این آنتیبیوتیک هاست و خود این باکتریا هم دارن خودشون رو مقاوم میکنن. پس حالا اگر در درجه اول بخواید از دارو استفاده بکنید، آنتیبیوتیک هاست مثل آموکسیسیلین، تتراسایکلین، حالا مترونیدازول هم استفاده میشه. اینها استفاده میکنیم که اینو بیاد کنترل بکنه و باعث بشه که اون باکتری از بین بره، ولی خب میگم خیلی‌هاشون مقاوم شدن. مورد بعدی اینه که حالا ما بیایم از روش‌های تغذیه‌ای استفاده بکنیم که ما اینو بهتون پیشنهاد میکنیم. یکی از اونها استفاده از آش سماقه. آش سماق برای هلیکوباکتر پیلوری خیلی مفیده، یعنی هر چی برات بگم کمه. شما هر چقدر که میتونید، 1 وعده در روز، 2 وعده در روز از آش سماق استفاده کنید. حالا طوری که بعدتون نیاد دیگه، متنفر نشین. حداقل 2 هفته 3 هفته از آش سماق استفاده بکنید. این خیلی میتونه مؤثر باشه. تو مرحله بعدی بیاین چیکار بکنید؟ بیاین مواد پروتئینی رو کمتر استفاده بکنید. چرا؟ چون که محل هضم پروتئین ها داخل معده است. و وقتی که شما مواد پروتئینی زیاد استفاده میکنید، اگر مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری و زخم معده باشین، باعث میشه که اسید معده‌تون زیاد ترشح بشه و همین باعث آسیب به اون قسمت‌های زخمی میشه. پس مواد پروتئینی کمتر استفاده بکنید. آب همراه غذا استفاده نکنید. سعی کنید که قراقاتی غذا نخورید، یعنی سالاد رو با غذا نخورید. اینها اصلا برای سلامت معده‌تون خیلی مفیده. در درجه بعدی یک پودری هست که حالا من ترکیباتش رو بهت میگم. اگر از این پودر هم استفاده بکنی خیلی برات مفیده و 100% هلیکوباکتر پیلوری تو درمان میکنه. اگر تو مراحل اول باشه دیگه خیلی حالت پیشرفته وجود نداشته باشه. ترکیباتش ایناست: بلوط، مازو، آویشن. ببین آویشن رو شما اگر بری مقالاتو بخونی به عنوان یک گیاه آنتی باکتریال دارن استفاده میکنن که میتونه روی باکتری ها، انواع باکتری ها، مخصوصا گرم مثبت و گرم منفی تاثیر خودش رو بذاره. پس آویشن، مازو، بلوط، تخم شوید و حالا یک ذره سماق میتونی بهش اضافه بکنی، ریشه ایرسا، عسل و سیاهدانه. همه اینا رو با هم پودر میکنی، بعد صبح و شب یه قاشق مربا خوری با عسل استفاده میکنی. میتونی بهش گز خانسان هم بزنی، اینم مفیده و باعث میشه که اگه یبوست هم داشته باشی یبوستت برطرف میشه. اگر این ترکیبی که بهت گفتم صبح و شب یه قاشق مربا خوری با عسل استفاده بکنی، معمولاً تو 2 هفته، تو 3 هفته این هلیکوباکتر پیلوری تو درمان میکنه و باعث میشه که مشکلت برطرف بشه و خدای نکرده به سرطان معده کشیده نشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. اگر این ویدیو برات مفید بود و اطلاعاتش به دردت میخورد، حتما این ویدیو رو لایک بکن، با دوستاتم به اشتراک بذار. 2 تا ویدیو رو اینجا بهت پیشنهاد میشه، اینا رو میتونی تماشا بکنی.